سلام رفقا، دقت کنید. من اینجا یک HMI دارم، یک الکتروموتور و یک درایو. میخوام توسط HMI الکتروموتور رو استارت بکنم. بچه سرعت جاری رو اینجا ببینید، هم اینجا هم داخل این متر ما سرعت رو داریم میبینیم. ببینید سرعت الان 706 RPM، یعنی دور در دقیقه هست. من سرعت رو یه مقدار میبرم بالا بچه ها، ببینید چه اتفاقی میفته. سرعت که میره بالای 750 الکتروموتور به این صورت استاپ میخوره. خب بچه من چطوری این کاری کردم؟ چطور این شرط رو گذاشتم که اگر سرعت رفت بالای 750 این اتفاق بیفته؟ توسط ماکرونویسی داخل HMI اومدم از ماکروهای خود HMI برای برنامه‌نویسی و برای گذاشتن شرط استفاده کردم. ماکروها در حقیقت این امکان رو به ما میدن که بدون استفاده از PLC بتونیم برنامه‌نویسی انجام بدیم و پروژه های کوچیک رو با خود HMI هندل بکنیم و PLC رو حذف بکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش این مورد خدمتتون بگم که من برای فیدبک سرعت اومدم از انکودر استفاده کردم و از کارت انکودر هم استفاده نکردم. از ورودی‌های پرسرعت خود این درایو استفاده کردم. این درایو C2000 امکان رو داره که ما از ورودی‌های پرسرعت اون برای یک انکودر تک فاز استفاده بکنیم. همونطور که می‌بینید من دو تا از فازها رو اینجا چسب زدم و فقط از فاز A انکودر استفاده کردم که البته خب دقتش به اندازه انکودر 3 فاز نخواهد بود، اما برای کارهای ساده میشه از اون استفاده کرد و فیدبک از سرعت داشت که من این فیدبک رو توسط مودباس روی این HMI میفرستم و توسط HMI مقایسه رو انجام میدم. خب بچه ها ببینید سیم بندی رو. فاز A انکودر سیم مشکی هست که به MI8 متصل شده، به ورودی MI8 و اینجا سیم قهوه‌ای تغذیه هست. توی ابزار دقیق معمولا سیم قهوه‌ای رو برای تغذیه استفاده میکنن که به 24 ولت متصل شده. اینجا سیم آبی منفی هست، سیم آبی انکودر به DCM متصل شده. همین سه تا سیم داره که بچه قهوه‌ای مثبت، آبی منفی و این هم فاز A انکودر هست مشکی که به MI8 متصل شده. یه نکته بچه اینجا خدمتتون بگم که این انکودر من پالس های مثبت رو سویچ میکنه و من باید این ترمینال ها رو طوری سیم بندی بکنم که با سیگنال مثبت تحریک بشن و باید سیم بندیم به صورت سورس باشه. برای این کار من باید بیام ترمینال کام رو به منفی وصل کنم، به DCM وصل کنم که ترمینال ها با پالس مثبت تحریک بشن به این صورت. خب بچه‌ها برای سیم بندی شبکه هم ما اینجا اومدیم از این دورشته سیم استفاده کردیم، بستر RS485 و از ترمینال های SG مثبت و SG منفی اون رو اومدیم به پشت HMI به این قسمت وصل کردیم. این تغذیه هست که 24 ولت هست و این هم برای مودباس هست به این صورت. بچه‌ها ببینید از این کانکتورهای 9 پین هست که خب نحوه اتصال این کانکتور 9 پین، نحوه لاین کاریش به چه شکل هست؟ بچه ببینید این کانکتور، این کانکتوری که پشت HMI هست به سه وضعیت میشه اون رو سیم بندی کرد: مود 1، مود 2، مود 3. توی مود 1 ما یک RS232 داریم، یک بستر RS232 داریم، یه RS485. توی مود 2 ما دو تا RS485 داریم. بچه ببینید کام 1 RS485، کام 2، هر دو تا کام داخل همین کانکتور 9 پین هست که اگر ما از پایه های ببینید بچه ها 1 و ببینید اینجا دی مثبت 1 هست و دی منفی 6 هست، اگر از این پایه ها استفاده بکنیم در حقیقت از کام 1 استفاده کردیم توی مود 2 به این صورت. و خب من میرم این سیم ها رو لحیم میکنم. لحیم کاریش هم بچه راحت هست. اگر ما این کانکتور رو طوری بگیریم که سمت پهنش بالا باشه از این ور میشماریم، شماره 1 و شماره 6 رو لحیم میکنیم به این صورت. منفی و مثبتش رو هم باید رعایت بکنیم طبق همین جدول. خب بچه‌ها میریم سراغ تنظیم پارامترها. ابتدا میریم پارامترهای شبکه رو تنظیم میکنیم. پارامتر ستاب رو میزنم، میام پایین گروه پارامتری 9 اینجا و اینجا آدرس مودباس هم هست که برای این دستگاه هست، روی 7 گذاشتم، میتونم تغییرش بدم هر عددی از 1 تا 254 این صورت. اینجا بچه‌ها سرعت انتقال داده هست، باد ریت که 115200 گذاشتم. هر چقدر که بچه‌ها
طول کابلم طول سیمم زیادتر باشه باید این رو عدد کمتری بذارم و به این صورت اینجا بچه ها گفته اگر حالا شبکه قطع شد نو وارنینگ باشه میتونیم وارنینگ بذاریم. پارامتر بعدی پارامتر 9.3 تایم اوت هست. خب بچه ها پارامتر بعدی فرمت پیکربندی شبکمون هست 8N1 RTU. هرچی که اینجا تنظیم میکنیم توی پیکربندی HMI هم باید همین تنظیمات رو اونجا اعمال بکنیم. ببینید بچه ها میشه این رو تغییرش داد. من روی همین 12 میذارم که داخل HMI این رو باید یادمون بمونه، همین رو وارد کنیم. خب و دیگه پارامترهای شبکه ما اینجا نداریم برای تنظیم. فقط بچه‌ها دقت بکنید که ما باید سورس فرمان و سورس فرکانس رو هم باید از روی مودباس بذاریم. برای این کار باید بریم گروه پارامتری 0 پارامتر 2020. ببینید این پارامتر 2020 مرجع فرکانس هست که ما رو روی 1 میذاریم RS485 به صورت پیش‌فرض روی 0 هست که از طریق کیپد ما فرکانس رو وارد کنیم. من این رو به 1 تغییر میدم و اینتر رو میزنم. مرجع فرمان رو هم بچه‌ها پارامتر 2021 هست که این رو هم تغییرش میدم به RS485. پیش‌فرضش بچه‌ها روی دیجیتال کیپد هست که ببینید من اون روی 2 قرار میدم که از طریق شبکه باشه به این صورت. حالا میریم سراغ تنظیمات انکودرمون. پارامتر ستاپ گروه پارامتری 10 برای انکودر هست. خب اینجا بچه‌ها نوع انکودر رو مشخص میکنیم که ببینید یکی اون انکودر 3 فاز ABZ هست. ببینید انواع انکودر رو اینجا داریم. ما اگر روی 5 بذاریم از طریق MI8 و یک انکودر تک فاز میتونیم فیدبک داشته باشیم. خب برمیگردم. تعداد پالس انکودرمون 600 هست. بچه ما میتونیم حتی از یک حالا سنسور نوری هم استفاده بکنیم یا از یک سنسور القایی استفاده بکنیم برای فیدبک سرعت. خب بچه ها اینجا ببینید میگه فاز A جلوتر هست یا فاز B. ترتیب فازها هست که ما اینجا چون انکودرمون تک فاز هست باید اون رو روی سینگل اینپوت بذاریم تک فاز. خب به این صورت پارامتر 10.2 پارامتر 10.3 که دیگه خب بچه حالا اسکیل هست و ضریب گیربکس و حالا دیگه به اینها احتیاجی نداریم. خب ما تا همین پارامتر 10.2 تنظیم میکنیم به این صورت. خب بچه‌ها ما سیم بندی رو گفتیم، تنظیم پارامترها رو هم گفتیم. در ادامه باید بریم سراغ نرم افزار دیوپیساف یا دی اسکرین و اونجا ماکرونویسی رو خدمتتون بگم. من میرم سراغ دی اسکرین و اینجا ادامه کار رو داشته باشیم. می‌خوایم با ماکروهای دلتا کار بکنیم. میتونم از نرم افزار دیوپیسافت هم استفاده بکنم ولی دی اسکرین بچه‌ها یک مقدار جدیدتر هست، محیطشون کاملا شبیه هم هست و حالا دی اسکرین یک مقداری باگ‌هاش کمتر شده و به این صورت من دی اسکرین رو باز میکنم. گفتم هر دوی نرم افزارها برای HMI دلتا هست. خب یک پروژه اینجا ایجاد میکنم. بچه‌ها میبینید محیطش کاملا شبیه دیوپیسافت هست. اینجا مدل HMI رو انتخاب میکنم، نکست رو میزنم و خب بچه‌ها من از کام 1 استفاده کردم، کام 1 رو لحیم کاری کردم. اینجا کام 1 رو انتخاب میکنم. اگر کام 2 بود اینجوری به این صورت کام 2 رو انتخاب میکنیم یا هر دوی اینها رو. ببینید میتونیم تیکه این رو برداریم، تیکه کام 1 رو. من از کام 1 میخوام استفاده کنم، تیکش رو میذارم، تیکه کام 2 رو برمیدارم و روی این کلیک میکنم. نوع کنترلر رو انتخاب میکنم، دلتا هست و اینجا دلتا کنترلر RTU رو انتخاب میکنم. میخوام از مودباس RTU استفاده بکنم. اگر از RTU استفاده میکنید اینجا باید 8 بذارید. خب دیتا بیت رو باید 8 بذارید. بچه‌ها ببینید اینجا بستر من RS485 هست، اینجا دیتا بیت هم 8 هست و اینجا بچه‌ها استاب بیت رو روی 1 میذارم، باد ریت رو روی 115200 میذارم و اینجا این رو نام میذارم. استیشن نامبر همون شماره‌ای هستش که به درایو اختصاص دادیم که اونجا شماره 7 بود. برای هر تجهیزی توی شبکه باید یک شماره منحصر به فردی شما
بذارید. به این صورت فینیش رو میزنم و وارد محیط برنامه نویسی میشم. خب بچه ها، ابتدا باید یک کلید تعریف کنم که توسط این کلید درایو رو ران بکنم. میام اینجا از منوی المنت باتون و اینجا ست کانستنت رو انتخاب میکنم. چرا ست کانستنت؟ چون باید یک عددی رو، یک کانستنتی رو توی یک رجیستری از درایو بریزم. کدوم رجیستر درایو؟ توی منوال گفته. حالا ببینید اینجا قسمت کامیونیکیشن ستینگ درایو دلتا، حالا من ازش عکس گرفتم، اسکرین شات گرفتم، بزنم اینجا. خب بچه‌ها اینجا برای کامند، برای فرمان هست که آدرس 2000 هکس. شما باید توی منوال بگردید و آدرس های شبکه رو پیدا بکنید. گفتم گروه پارامتری 9 مربوط به شبکه است توی درایو C2000 دلتا و خب حالا یا کلمه مودباس آدرس یا آدرس، این کلید واژه ها رو شما باید سرچ بکنید تا آدرس ها رو ببینید کجای منوال هست. توی منوال های PDF به این صورت به راحتی میتونید پیدا بکنید. خب بچه ها ببینید من اینجا یک عدد 16 بیتی دارم که از 0 تا 15 هست، یعنی خود 0 هم هست تا 15 و اگر من این بیت ها رو بهش عدد بدم، 0 و 1 بدم، در نهایت یک عددی برای من ساخته میشه، این 16 بیت، که این رو باید تبدیلش کنم با ماشین حساب گوشی یا با نرم افزارهایی که میتونیم اعداد رو، سیستم های عددی رو به هم تبدیل کنیم به فرمت هگزادسیمال، که من ببینید برای ران شدن باید این بیت رو به این صورت قرار بدم، این دو بیت رو، بیت 0 و 1 رو، و برای فوروارد چرخیدن این بیت 4 و 5 رو باید به این صورت قرار بدم. اگر اینها رو قرار بدم و تبدیلش کنم به هگزادسیمال، عدد 12 رو به من میده که خب من میام اینجا توی نرم افزار دی اسکرین و اینجا ست کانستنت هم رو کاری میکنم که عدد 12 رو بریزه توی آدرس 2000. اول آدرس اینورتر آدرس 2000 اینتر رو میزنم و میگم عدد هگزادسیمال و عدد 12 رو برام بریز توی این آدرس تا درایوم ران و فوروارد بشه. به این صورت البته میتونم یک پیکچری هم بهش اختصاص بدم از این قسمت، پیکچر و حالت شستی و باتون. به این صورت این سبز رو میذارم اینجا و اگر این فشرده بشه خب استرچ آلش هم میکنم که بیاد توی تصویر به این شکل. اگر این دکمه لمس بشه عدد 12 رو میرزه تو آدرس 2000. همین رو یک کپی میگیرم برای استوپش. خب ببینید بچه ها، من برگردم پایین اینجا. اگر عدد، ببینید بچه ها، برای استوپ شدن عدد 1 رو ببینید، همین 0 1 رو اگه تبدیلش کنیم به هگزادسیمال عدد 1 میشه. خب اینو تغییرش میدم، آدرس که همون آدرس 2000 هست، فقط این عدد 1 هگزادسیمال باید باشه. به این صورت اوکی رو میزنم. حالا رنگش هم میتونم تغییر بدم، پیکچرش رو میام اینجا و این رو کلیرش میکنم و کلید قرمز رنگ رو میزنم که به استوپ شبیه تر باشه. به این صورت. خب بچه در ادامه من باید اون سرعتی که از انکودر فیدبک میگیره رو اینجا داشته باشم. خب باید برم رجیسترش رو پیدا کنم توی رجیسترهای شبکه. اینجا من از منوال عکس گرفتم به این صورت و بچه ها ببینید ما در این قسمت رجیسترهایی برای مانیتورینگ داریم، آدرس های مختلف. مثلا فرکانس کامند رو میتونیم اینجا توی این رجیستر ببینیم، فرکانس خروجی رو اینجا ببینیم، جریان رو اینجا ببینیم، ولتاژ باس DC و اینجا بچه ها ببینید اینجا مثلا اکچوال موتور اسپید هست که بر اساس RPM هست، دور در دقیقه. من این آدرس رو میبرم توی یک نامریک دیسپلی، اونجا وارد میکنم. ببینید من این آدرس رو میام اینجا نامریک دیسپلی، به این صورت اینو اینجا وارد میکنم. آدرسم از نوع اینورتر 210 C این آدرس. خب و دیگه مشکل دیگه نداره. به این صورت اوکی رو میزنم و سرعت رو میتونم توی اینجا ببینم.
حالا برای اینکه کار زیباتر بشه 1 متر هم میارم، متر که نمای گرافیکی هم از سرعت داشته باشیم به این صورت. حالا وسط قرارش میدم، خیلی وقت نداریم، به خاطر همین باید خیلی کار رو با سرعت انجام بدیم. اسکیلم از 0 تا 1500 هست چون موتورم 1500 دور هست و اینجا آدرسی که باید سرعت رو بخونه از اینورتر آدرس 210 سی بود اگر اشتباه نکنم، بله، و اوکی رو میزنم به این صورت. خب بچه تا اینجا ما اومدیم سرعت رو مانیتور کردیم. حالا چطوری بگیم که اگر سرعت بالای 750 رفت موتور استوب بکنه؟ خب همونطور که میدونید فرمان استوب عدد 1 بود در رجیستر 2000. این ببینید بچه‌ها عدد 1 رو اگر بریزه توی 2000 موتور هم استوب میشه. میام برای شرط میذارم توسط ماکروها. خب چجوری وارد ماکرو نویسی میشم؟ روی پروژکت کلیک میکنم، اینجا ماکرو و بک‌گراند ماکرو رو انتخاب میکنم. بک‌گراند ماکرو ماکرویی هستش که به صورت مدام در پس زمینه اجرا میشه. خب به این صورت از این قسمت، از قسمت ماکرو ویزارد میتونم دستورات رو وارد کنم، میتونم اینجا دستورات رو مستقیم تایپ بکنم که این بستگی به تسلط من داره. خب من از ویزارد میرم که راحت تر باشه و شما راحت تر بتونید این کار رو انجام بدید. ایف رو میارم، میگم اگر، حالا چه ایفی میارم؟ میخوام شرط بزرگتر مساوی بذارم، این رو انتخاب میکنم به این صورت. خب میگم اگر 2 تا رجیستر اینجا 2 تا وریبل میتونم انتخاب بکنم. خب وریبل اول من چی هست؟ اون آدرس هست، اینورتر 210 سی به این صورت و میخوام مقایسهش کنم با عدد 750 و اینجا میام کانستانت رو انتخاب میکنم چون عدد ثابت هست دیگه رجیستر نمیذارم و این رو 750 میذارم به این صورت. میگم اگر این رجیستر که سرعت رو نشون میده از 750 عددش بیشتر بود چه کار بکن؟ خب میام اینجا اول آپدیت رو میزنم، حالا میگم موو کن، دیتا ترانسفر موو. چی رو موو کن؟ عدد 1 رو. توی کجا؟ توی آدرس 2000 به این صورت. چی رو موو کن؟ عدد 1 رو. کانستانت 1 از نوع هگزادسیمال. تیکش رو میزنم و آپدیت رو میزنم. ببینید بچه ها دستورات تا اینجا برای ما ساخته شد. گفتم اگر تسلط داشته باشید میتونید اینها رو خودتون تایپ بکنید. چی شد بچه ها؟ ببینید سرعت اگر بالاتر از 750 بود بالاتر یا مساوی، بیا عدد 1 رو، 1 هگزادسیمال رو موو کن توی آدرس 2000 اینورتر و اینجا بچه ها باید چون از ایف استفاده کردم یک اند ایفی بذارم و این ایف رو ببندمش. ببینید اینجا کجا بود؟ اینجا اند ایف. از حالا نحوه برنامه نویسی هست دیگه، به قول معروف سینتکس برنامه هست که باید شما رعایت بکنید. آپدیتش میکنم و به این صورت. خب این رو هم میزنم که آپدیت بشه برنامه به این صورت. حالا باید برنامه رو دانلود بکنم توی HMI. به چه صورت؟ میام کابل پرینتری رو وصل میکنم به پشت HMI. بچه‌ها ببینید اینجا این HMI من البته 103 BQ نیست، 107 EV هست که هم میتونید بهش کابل اترنت وصل بکنید هم کابل پرینتری. ببینید اینجا کابل پرینتری وصل میشه به این صورت اینجا و اینجا هم کابل اترنت. ما از کابل پرینتری استفاده میکنیم که راحت تر هست و وقتی وصل کردیم میایم اینجا دانلود آل دیتا رو میزنیم. وقتی که بزنیم بچه‌ها برنامه میره داخل HMI و تست عملی هم که انجام دادیم. واسه بچه‌ها من یه موردی فراموش کرده بودم بگم، این اسلایدری که برای تنظیم فرکانس آوردیم رو چطور آوردیم؟ من یه لحظه کاتش میکنم. اینجا بچه‌ها از سربرگ المنت و قسمت آنالوگ اسلایدر رو انتخاب میکنیم، اینجا اندازهش رو میزوم میکنیم به این صورت و دبل کلیک میکنیم روش. رایت آدرسش رو باید چند بذاریم، بیام اینجا اینو ببندمش و در این قسمت ببینید اینجا در منوال همون قسمت کامیونیکیشن آدرس یا مودباس آدرس، این آدرس 2000 گفته برای فرکانس کامند هست که فرکانس 50 میخواهید باید عدد 5000 رو وارد بکنید. پس
حد اکثر ماکسیموم فرکانس ما 50 است که روی 5000 میذاریم. بریم سراغ نرم افزارمون. اینجا من روش دبل کلیک میکنم، آدرسش رو آدرس 2001 به این صورت وارد میکنم و ماکسیمومش رو میذارم روی عدد 5000 به این صورت. و حالا اگر من این رو جابجا بکنم از 0 تا 5000 که مطابق با 0 تا 50 هرتز هست برای من فرکانس رو تغییر میده. خب رفقا، امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر مفید بود لطفاً با لایک و کامنتتون از ما حمایت کنید. موفق و پیروز باشید.